میخوایم بگیم چه خبر توی لهجه شامی. میخوایم ببینیم چطور میتونیم اینها رو بگیم. برای آقا، این برای آقا، برای خانم و دیگه ما کلا توی مبحث آموزشیمون چون خیلی مهمه جنسیت توی عربی دیگه همیشه این رو داریم. یعنی هر اکثر عباراتی که گفته میشه، افعال، ضمایر، ما یه مذکر داریم برای آقا، برای خانم یا همون مؤنث میگیم. این دوتا رو همیشه میگیم. اگه مذکر مؤنث داشته باشه، گاهی وقتا اگه مهم باشه جمعش رو هم میگیم. بنابراین وقتی میگیم برای آقا، اینها رو خودتون توجه کنید و بیشتر بهش اهمیت هم بدید. شو اخبارک، شو اخبارک به آقا گفتیم که ضمیری که این ضمیر کاف اینجا ضمیر متصل هست، ضمیری که میچسبه به اسم یا فعل، این به صورت فتحه تلفظ میشه برای آقا، اک شو اخبارک. برای خانم با کسره تلفظ میشه، یعنی میگیم اک شو اخبارک، شو اخبارک. برای جمع شو اخبار کن. ما تو فصیح برای جمع چی میگفتیم؟ برای جمع مذکر میگفتیم کم. مثلا میخواستیم بگیم خبرهاتون، تو فصیح باید بگیم اخبارکم. خب یا برای خانم ها باید بگیم اخبارکن. برای آقا یه چیزی میگفتیم، جدا ضمیر داشتیم. برای خانم جدا داشتیم. برای مثنا جدا داشتیم، میگفتیم کما. مثلا میگفتیم کتاب کما، کتاب کما، کتاب شما دو نفر. همه اینها ولی خب توی شامی در هم ادغام شده کن. هرچند کم هم چون گفتیم شاماتی منطقه وسیع هست استفاده میشه، ولی خب ما کن رو میگیم، یعنی کما، کم، کن، نه همشون ادغام شدن کن. شو اخبار کن، چه خبر از شما. یا میخوام بگیم مثلا خونتون، چی باید بگیم؟ بیت کم یا بیت کن. یا حتی اگه دو نفر بودن دیگه کما نمیگیم، بیت کن. یا اگه با زن هم بودن توی شامی، همه اینها رو میگیم کن. و میبینید که چقدر لهجه نسبت به اون عربی که ما خوندیم خیلی راحت تر هستش. یعنی چیزایی که اضافه بودن برای مکالمه همشون حذف شدن. شو اخبارک مرور میکنیم. شو اخبارک آقا، شو اخبارک خانم، شو اخبارک، شو اخبار کن، شو اخبار کن. دو نفر، 4 نفر، 10 نفر، 100 نفر، زن، مرد، میتونیم کن رو استفاده بکنیم. یا نه یکی آقا هست پیش ما نیست، میخوایم از یه نفر سراغ اون رو بگیریم، بگیم چه خبر از اون. چی میگیم؟ اینجا ضمیرش رو توجه کنید. این او برمیگرده به اون آقاه، آقایی که غایب هست، پیش ما نیست. شو اخبارو. مثلا من میام اینجا، یکی از همکلاسیاتون نیستن، من میگم شو اخبارو، یعنی چه خبر از اون. یا خانم باشه شو اخبار را. ببینید اصلش ها هست. مثلا میخواستیم بگیم کتابش، یعنی کتاب اون خانومه. تو فصیح چی میگفتیم؟ کتابها. این ه حدود 95% توی شامی توی تلفظ از بین میره، میگیم شو اخبار را. هرچند شو اخبارها هم بگید مشکلی نیست، ولی خب این به این صورت بیشتر استفاده میشه، شو اخبار را. ولی خب ترجیحاً بنویسید، حتی اگه چیزی حذف میشه اون رو بنویسید. بعضی جاها هم چون ممکنه دوتا آ پیش هم بیفتند، ه دیگه مجبوریم بخونیم که چون نمیشه دوتا آ رو با هم دیگه خوند. شو اخبارون، اینم هش مثل بالایی هست، تلفظ نمیشه، ولی خب بهتره که نوشته بشه. شو اخبارون، شو اخبارهن نوشته میشه. شو اخبارون کم رنگم کردیم که قابل فهم باشه، توی تلفظ حذف میشه، یعنی چه خبر از اونها. حالا چند تا عبارت دیگه داریم، میتونیم با اینها هم چه خبر رو بگیم. اونا چی هستند؟ شوفی مافی، شوفی مافی. فی اینجا اون حرف اضافه که به معنای در معنی میداد، مثلا میگفتیم فی المدرسه، یعنی در مدرسه، نه اون فی نیست. هرچند اون را هم توی جملات مختلف میشه استفاده کرد، ولی خب اینجا فی به معنای هست، وجود داره. فی یعنی هست، یعنی موجود. شو فی یعنی چی هست تحت لفظیش. مافی اینجا یه شوی هم قبلش بوده، یعنی اصلش بوده شوفی،
شو مافی، چی هست چی نیست، یعنی چه خبر، اخبار جدید چه خبر. خب شوی دومی دیگه افتاده زیاده روی نشه، شده شو فی مافی، چه خبر. یا نه از یه فعل استفاده میکنیم مثل فارسی که گاهی میگیم چیکار داری میکنی، چیکار داری میکنی. شو ام تساوی، شو ام تساوی، چیکار میکنی، چیکار داری میکنی. این ام چه معنی میده؟ این فعل رو به مضارع ملموس، مضارع ملموس یعنی همون که میگیم مثلا توی فارسی میگیم دارم میخورم، دارم یه کاری انجام میدم، داری، دارند. با این تفاوت که توی شامی دیگه همشون ثابتن، یعنی دارم، داری، دارد، دارند، داره، همه اینها رو میگیم ام تساوی، پس میشه داری انجام میدی. تساوی یعنی فعلی هست که به معنی انجام دادن هست. تساوی یعنی تو انجام میدی. مترادف دیگهش تعمل هست. شو هم تعمل، شو هم تعمل، چیکار داری میکنی؟ اگر خانم بود بهش میگیم شو ام تعملی، شو هم تعملی، شو هم تعملی. شو هم تعملی. یه تلفظ دیگه هم که داره تعمل رو بعضی جاها مخصوصا توی لبنان تعمل میگن، شو هم تعمل. حالا توی جواب اینها چی میتونیم بگیم؟ سلام تک. دقیقا جوابهایی هست که توی زبان فارسی هم میگیم. سلامتیت، برای آقا میگیم سلام تک، سلام تک. سلامتك سلامتك. خانم باشه سلام تک، سلام تک. شو اخبارک، از یه آقا میپرسید شو اخبارک، اون حالا به شما میگه سلام تک. اگه آقا باشید، خانم باشید بهتون میگه سلام تک. یا نه میتونه بگه کلشی تمام، همه چی تمام یعنی رو به راه، خوب، کلشی تمام. یا الحمدلله، الحمدلله. یا ما فیشی، ما فیشی. میتونید ادغام هم بکنید اینها رو، مثلا الحمدلله کلشی تمام، خدا رو شکر همه چی خوبه. یا مثلا میگید سلام تک، ما فیشی، سلامتیت، ما فیشی، چیزی نیست. یا به طرق دیگه هم گفته میشه. یکی از اونها اینه که ما ننوشتیم اینجا ما فیشی غیر سلامتک، یعنی هیچی نیست به جز سلامتیت.